اینفینیتی ژیمناستیک. سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. اینجا آکادمی اینفینیتی ژیمناستیک هست. امروز با آموزش حرکت آفتاب بارفیکس در خدمت شما هستیم. آفتاب یکی از حرکات پایه بارفیکس هست و میخوایم امروز از صفر این حرکت شروع کنیم که چه ژست هایی در حرکت آفتاب مهم هستند و بتونیم که به شما این ژست ها رو آموزش بدیم که در روند آموزش حرکت آفتاب شما هم موفق باشید. ما برای آموزش حرکت آفتاب در دو نقطه از بارفیکس تغییر حالت وضعیت بدن داریم. یکی زیر میله هست و یکی دقیقاً بالای میله و در کل مسیر حرکت بدن ژیمناست به این حالت، در حالت عادی، باید به گردش خودش ادامه بده. شما در زیر، وقتی که ژیمناست از این زیر میخواد رد شه، بدن به این حالته و بعد که میاد به این حالت میشه، اینجا یه تغییر وضعیت جدید داره. همین وضعیت رو تا بالای بارفیکس باید ادامه بده. ما برای اینکه جا بیفته برای ژیمناستمون که این وضعیت رو یادش بدیم، حرکت دومایی رو با بچه‌ها شروع میکنیم به کار کردن. حرکت دومایی، شما اولم نمیخواد که بلافاصله دومایی بزن. این حرکت رو یک دفعه یاد ژیمناست بدیم. ابتداً میگیم که یه مدت حدود مثلا 2 هفته این ژست ها رو، یکی این ژسته که قاشقی هست بگین نگه دار رو بارفیکس، یکی دیگه این ژست هست. هر کدوم رو به مدت 2 هفته کار کنید. سپس میتونین که با کمک کردن یه دست پشت کتف، یه دست بالای زانو به این حرکت کمک کنید که بتونه حرکت دو ماهیشو به نحو احسن یاد بگیره. بعد که تموم شد خودش باید بتونه انجام بده. پا صاف. آفرین. خوبه. آره، برو بالا. خب در این قسمت میخوایم ژست رو به جلو یا قاشقی رو به بچه‌ها آموزش بدیم و بتونیم که این ژست ها رو بهتر در بدن ژیمناستامون نهادینه کنیم. برای این حرکت که ژست قاشقی رو به جلو رو روی بارفیکس یاد بگیرن، یکی از تمرینات این هست که یک چوب، حالا ایلیا چون از لحاظ بدنی نسبت به یک ژیمناست تازه وارد قوی تر هست، ما از این چوب استفاده میکنیم که یک کم وزنش بیشتره. شما میتونید از چوب استفاده کنید که سبک باشه برای ژیمناستتون. به همین منظور شما چوب رو به دست ژیمناست میدین و میگین که قد رو نگه داره، سر وضعیت عادی، تمام بدن صاف، یه تیکه بدن سفت. حالا دستش رو میاره همراه با سرش بالا به این حالت، دست یکم بازتر به این حالت، دوباره برمیگرد. این بار که دستش به زمین رسید، این دفعه با پا بیا بالا. یه چیزی که خیلی مهم هست، لگن چرخوندن و چسبیدن گودی کمر به زمینه. به این حالت دوباره پایین، دوباره آفرین. حالا دوباره پا. همیشه چک کنید ببینید که کمرش به زمین رسیده یا نه. خوبه؟ برگرد. حالت دومی هم که شما باید آموزش بدین توی تمریناتتون این هست که یک حالت قوس به عقب هم روی بارفیکس داشتیم که بدنسازی اون حرکت میشه این حرکات که برعکس حرکات قایقی بود که الان شما دیدین. دستتو بیار بالا، سینم بیار بالا. به این حالت پا صاف، پا زمین، پا زمین.
برگرد. پا تا جایی که ژیمناست میتونه باید پا رو بیاره بالا، چون هر چقدر پا بیشتر بالا بیاد تاب دوماییش هم بهتر میشه. دوباره پا. خوب.